نماز عید سید اضحی در شهر کابل در یک فضای امن برگزار شد. مردم پس از ادای نماز یکدیگرشان را به آغوش میگیرند و عید مبارکی میکنند. عید قربان برای تمام اعضای مردم افغانستان رنجیده تهنیت و تسلیت عرض می‌دارم. از خداوند تعالی تقاضا داریم که پروردگار دیگه عید سر تمام مردم خوش کنه و این بدبختی‌ها و این مشکلات از این مملکت دور داشته باشه. خانواده هایی که توان قربانی و صدقه را دارند نیز مشغول ذبح حیواناتند. برخی از کسانی که قربانی کردند میگویند پس از ذبح حیوان گوشت آن را به 3 حصه تقسیم میکنند. از قربانی کول مالدار قربانی که بیاد غریبان تقسیم کیس غریبان دي که غریبان مسکینان خپلوان دي غریبان وي او ټول هغه مسکینان د وی وګړي به تقسیم کی. این روز همچنان در چهره کودکان خنده و شادی آورده است. آنان به پارک های تفریحی رفته و عید را در کنار دیگر اطفال تجلیل دارند. عید قربان یا عید اضحی از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است که به یاد ابراهیم و فرزندش اسماعیل توسط مسلمانان جشن گرفته می شود.